وقتی اسم نادرشاه میاد بیشتر افراد میگن نابغه نظامی بود. یه سری‌ها میگن که خونریزترین پادشاهی بود که تاریخ ما به خودش دیده. حالا سوال اینجاست، نادری که ما میشناسیم یه قهرمان بود یا یک جنایتکار بی‌رحم؟ امروز میخوایم حقیقت رو از زوایای مختلف بررسی بکنیم و در آخر ویدیو به این نتیجه میرسیم که آیا قهرمان بوده یا یک جنایتکار. در طول ویدیو با ما همراه باشید. نادرشاه افشار یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران، کسی که هر ایرانی باهاش آشناست و میدونه که چه کارهای بزرگی کرده، مثل تأسیس سلسله افشاریان یا فتح‌های بزرگی مثل فتح هند. اما اینا همه ماجرا نیستن. برای اینکه با شخصیت نادرشاه و با سلسله افشاریان بیشتر و بهتر آشنا بشیم، باید به کمی عقب‌ترش برگردیم، زمانی که هنوز این سلسله پایه‌گذاری نشده بود و صفویان روی کار بودن. اواخر حکومت صفویان بود که شاه سلطان حسین به شدت ضعیف شده بود، یا اینکه بهتره بگیم حکومت صفویان ضعیف شده بود. شاه سلطان حسین نمیتونست درست حکومتداری کنه و کشور غرق در آشوب بود. اینجا بود که هر کسی میخواست به قدرت برسه و تلاشایی میکرد، ولی اکثر اونا ناموفق بود، تا زمانی که فردی به نام محمود هوتکی یا همون محمود افغان سلسله صفویان رو سرنگون میکنه که باید بگیم هم میشه هم نمیشه. چرا شو در ادامه ویدیو متوجه میشیم. ولی شاه سلطان حسین رو سرنگون که کرد، آغاز حکومت هوتکیان میشه و محمود هوتکی از سال 1722 میلادی تا زمان مرگش در سال 1725 بر مناطقی از ایران حکومت میکرده. این حکومت قوی نبوده و مثل حکومت‌های قبلی نتونسته بود قدرتش رو بر کل ایران تثبیت کنه و مناطق کمی رو تحت سلطه خودش داشت. اینجا بود که فردی به نام طهماسب قلی، پسر سوم شاه سلطان حسین، به مازندران رفته بود و به قاجارها پناه برده بود. اینجا بود که فردی به نام نادر آروم آروم سر و کلش پیدا میشه. از شمال خراسان بوده، پدرش دهقان بوده، از قبیله قزلباشا میشه و توی اون زمان پرآشوب چند نفر رو دور خودش جمع میکنه و شروع میکنه به شمشیر زدن. گفتیم که کل ایران داخل آشوب بوده و هر جایی یه درگیری پیدا میشده. در اسناد تاریخی اومده که وقتی درگیری ها در شمال ایران و شرق ایران آروم آروم کمتر شد، نادر با طهماسب قلی یا همون شاه طهماسب دوم دست دوستی میدن و آروم آروم میان و چند تا فتح بزرگ داره نادر. یکیش نبرد مهمان دوسته و یکی دیگه هم نبرد مورچه خورده که این دوتا تکلیف هوتکیان رو مشخص میکنه و اونا رو از ایران بیرون میکنه. اینجا بوده که شاه طهماسب دوم که از صفویان بوده رو دوباره به تخت برمیگردونه. به خاطر همینه که میگم اون موقع سرنگون نمیشه و صفویان دوباره به حکومت برمیگردن. نادر بیکار نمیشینه و میره به جنگ عثمانی ها از غرب وارد شده بودن و شهرهای مهمی مثل کرمانشاه و تبریز و همدان رو گرفته بودن. نادر میره و این شهرها رو پس میگیره، میره به شرق تا درگیری هایی رو که در شرق بوده آروم بکنه. اینجا شاه طهماسب دوم میبینه که همه کارا رو داره نادر میکنه و قدرتش روز به روز بیشتر میشه. برای اینکه بگه ما هم هستیم، میاد و حمله میکنه به قفقاز و قفقاز که قبلا مال ایران بوده و الان هم عثمانی روش نظر داشت، روس‌ها هم اونجا رو اصلا گرفته بودن، میره به جنگ اونا. در پی این نبرد نه تنها نمیتونه قفقاز رو بگیره، بلکه یه سری از سرزمین‌ها رو از دست میده و یه عهدنامه ننگینی رو امضا میکنه و برمیگرده. نادر که متوجه میشه برمیگرده و به این نتیجه میرسه که این به درد پادشاهی نمیخوره و برکنارش میکنه. خودش هم که از اصل نسب پادشاهی صفوی نبوده و نمیخواسته خودش رو پادشاه بکنه اون لحظه. برای همین پسر شاه طهماسب دوم که 8 ماهه بوده رو پادشاه ایران میکنه. در واقع دیگه از صفویان چیزی باقی نمونده بوده، فقط یه اسم. به این پسر شاه طهماسب دوم میگفتن شاه عباس سوم که اصلا حکومتی نمیکرده چون 8 ماهه بوده و قدرت اصلی دست نادرشاه بوده. قدرتشو که تثبیت میکنه دوباره میره به جنگ، میره اون سرزمین‌ها رو از عثمانی‌ها پس میگیره و یه عهدنامه دیگه امضا میکنن. بعد همه بزرگای ایران رو جمع میکنه داخل یه دشتی به نام دشت مغان و اونجا از همه میپرسه، میگه که کیو میخواین پادشاه بکنیم و در اسناد تاریخی چند تا روایت داریم که اول قبول نمیکرده و یه سری جام گفتن که همه میگن که پادشاه بشه و اونم همون لحظه قبول میکنه. حالا کاری نداریم که طول کشیده قبول کنه یا طول نکشیده، ولی به هر حال قبول میکنه و پادشاه ایران میشه. از اونجا به بعد میشه نادرشاه افشار و سلسله افشاریان رو تأسیس میکنه.
صفویه اومده بود و مذهب شیعه رو در ایران به تثبیت رسونده بود و کل مردم ایران رو شیعه کرده بود. اینجا بود که نادر وقتی به حکومت میرسه میاد و مذهبو میکنه مذهب جعفری. مذهب جعفری میشه پنجمین مذهب اهل سنت که مشکلاتی که داشتن با امپراتوری عثمانی رو کمتر بکنن، ولی موفقیت آمیز نبوده و سلطانی که اون زمان در عثمانی بوده این مذهبو به رسمیت نمیشناسه. بعد از اون نادرشاه قصد میکنه که حمله کنه به شرق. اون زمان در شرق گورکانیان بودن. هند و کلا اون سمت شرق ایران دست گورکانیان بوده و محمد شاه گورکانی در دهلی حکومت میکرده. یه حکومت خیلی قدرتمندی هم نبوده اون زمان و ضعیفتر شده بوده، ولی ثروت خیلی زیادی داشته. اگه تا اینجای ویدیو از این ویدیو لذت بردین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و با سابسکرایب کردنتون کمک بزرگی به ما میکنید. یکی از بزرگترین فتح‌های تاریخ ایران رقم میخوره. همینطور یکی از مهمترین نبرداشون هم نبرد کرناله که سرنوشت جنگ مشخص میشه و با اینکه نادرشاه تعداد نیروهایی که داشته از حریفش کمتر بوده ولی پیروز میشه به خاطر تاکتیکای جنگی که داشته. یکی از همون تاکتیکای معروفش این بوده که از فیل‌ها استفاده میکرده و این فیل‌ها وارد سپاه روبرو میشدن و اونا رو نابود میکردن. به تاکتیکای نظامیش دیگه کاری نداریم و وارد این بحث بشیم که نادرشاه افشار در هند چه کرد. از انگیزه‌های نادرشاه برای فتح هند میشه به فرار افغان‌ها به اونجا، ثروت زیادی که اونجا قرار داشته اشاره کرد و همینطور ضعیف شدن حکومت گورکانیان در اون موقع. بعد از نبردهای موفقیت آمیزی که نادرشاه داشت، وقتی به دهلی میرسن بدون درگیری وارد کاخ میشن و کاخ رو فتح میکنن. هندیا تسلیم شده بودن و محمد شاه گورکانی خزانه‌اش رو در اختیار نادرشاه قرار میده. نادرشاه با مردم مهربون بوده و میگه که با کسی کاری نداشته باشید. در همین موقع بوده که افرادی از سربازای ایران میرن که یکی از توپ‌های جنگی از یکی از کاخ‌های اشرافزاده‌های هندی رو بیارن که اینجا سربازای هندی با سربازای ایرانی درگیر میشن، تعدادی از ایرانی‌ها کشته میشه و دستورایی میاد که همه اون افرادی که اونجا بودن و باعث کشته شدن سربازای ایرانی شدن رو قتل عامشون میکنن و تعدادی از هندی‌ها اونجا کشته میشن. این کشتار تازه اول کار بوده. در 10 مارس سال 1739 میلادی دهلی اون موقع عید قربان بوده و عید نوروز. در این روز گفته میشه که ایرانی‌ها میرن سراغ انبارهای گندم تا گندم‌ها رو بیارن. در همین لحظه بوده که مالکای اون انبارهای گندم و اون هندی‌ها که اونجا بودن با سربازای ایرانی درگیر میشن و همه اون سربازایی که رفته بودن گندم بیارن رو میکشن. همینطور بقیه مردم دهلی جمع میشن، یه جمعیت زیادی به دست میاد و این جمعیت زیاد میره به سمت کاخ، هر جا مرد شک میگیره، دهلی میره در آشوب. حتی یه سری از دروازه‌ها را رد میکنن ولی به دروازه‌های اصلی نمیرسن و از بالای برجک‌ها و اون دیوارها با توپ و تفنگ ایرانی‌ها سعی میکنن آشوبو کمش بکنن، اوضاع شهر رو به دست بگیرن و تعدادی از هندی‌ها رو بکشن، ولی خب اوضاع مهار نمیشه. در همین لحظه بوده که شایعه مرگ نادرشاه هم پیچیده بوده و مردم هند فکر میکردن نادرشاه مرده و باید کاخ رو پس بگیرن و ایرانی‌ها رو از اونجا بیرون بکنن. فردای اون روز نادرشاه از کاخ میاد بیرون برای اینکه هم آشوبو کنترلش بکنه، هم به شایعه مرگ خودش پایان بده. وقتی نادرشاه میبینه تعدادی از سربازای ایرانی کشته شدن خیلی عصبانی میشه و دستور قتل عام میده. هر کسی رو میدیدن میکشن و خون و خونریزی شدیدی راه میفته در دهلی. اینجا بوده که سربلند خان، یکی از بزرگان هند، با عجله میاد به سمت یکی از سردارای ایرانی و پیشنهاد مبلغ زیادی رو میکنه و میگه که به مردم هند رحم کنید. همینجا نظام الملک هم که یکی از بزرگای هند بوده و به فرمانده کل ارتش هند منصوب شده بوده میره پیش نادرشاه و از نادرشاه درخواست میکنه که به مردم هند رحم بکنه. بعد از کلی اصرار نادرشاه قبول میکنه، قائله ختم میشه، ولی تخمین زدن که 110,000 هندی در اون روز کشته میشه. همه اینا به خاطر اون درگیری بوده که سر انبارهای گندم اتفاق میفته. بعد از اون دستور میده نادرشاه که با مردم دیگه کاری نداشته باشید و شهر بره در حالت عادی خودش. کلی طلا و غنایم از دربار و مردم هند تصاحب میکنن و این باعث گرانی شدیدی میشه در هند. اقتصادشون به کل نابود میشه و در همون دهلی که بودن یه سری سکه هم زرد میکنه نادرشاه که روی سکه ها نوشته بوده
هست سلطان بر سلاطین جهان، شاهان نادر صاحب قران. این سکه طلا رو نادرشاه به عنوان دستمزد و پاداش به سربازای ایرانی میده. از کلی از بزرگای هند بازم درخواست طلا میکنه. یه سریاشون طلا رو یه جایی قایم میکردن زیر خاک اینور اونور. وقتی نادرشاه متوجه میشده که اینا قایم کردن، خب مورد خشم نادرشاه قرار میگرفتن. یه سریاشون هم خودکشی میکردن سر همین موضوع. همینطور تخت طاووس یکی از ارزشمندترین چیزایی بوده که در حکومت گورکانیون وجود داشته و به قرامه دیگه اگه بخوایم اشاره کنیم چند تا الماس داشتن، مثل الماس کوه نور یا الماس دریای نور. اینا الماسای خیلی ارزشمندیه که نادرشاه به غنیمت میاره. همینطور هرچی شتر و فیل و هرچی که اونجا بوده رو میارن با خودشون به ایران و در آخر دوباره محمدشاه گورکانی رو شاه میدوننش و تاجا میذارن رو سرش، میگن تو از این به بعد بازم شاهی و برمیگردن به سمت ایران. با این حجم از ثروتی که نادرشاه با خودش آورده بود، میگه که تا 3 سال اصلا مردم ایران نمیخوان که مالیات بدن. همینطور با این ثروت میاد و نیرو دریایی قوی میسازه و بحرین و عمان رو تصرف میکنه. خب اون موقع نیاز نیرو دریایی رو در ایران میدید، همونطور که اروپایی‌ها نیرو دریایی قوی داشتن، اینا میخواستن که نیرو دریایی قوی بسازن ولی مثل اونا موفق نبودن. در همین حد که بحرین و عمان رو بتونن بگیرن. ولی در جایی نوشته نشده که خودش در نبرد دریایی حضور داشته باشه نادرشاه، مثل اینکه بقیه سرداران میفرستاده برای این کارا. بعد از این لشکرکشیایی هم داشته به عثمانی، به طور مثال شهرهایی مثل کرکوک یا نجف، موصل، اینا رو گرفتن و از اون طرف بخارا یا داغستان هم تصرف کردن. ولی هیچ کدومش مثل فتح هند با شکوه نبوده و همه فتح هند رو اوج حکومت افشاریان میدونن. در همین زمان بوده که به جونش سوء قصد میشه و فکر میکنه که پسرش شده و اونو کور میکنه، ولی بعدش پشیمون میشه و خیلی از افراد کور رو اعدام میکنه. بعد از اون ثروت نادرشاه هم ته میکشه، مالیات نمیگرفتن از مردم، وضعیت خراب بوده. بعد شروع میکنن از مردم مالیات بگیرن، مالیاتای سنگین. مردم ناراضی میشن. اینجا خودش از لحاظ روانی به هم ریخته بوده، حالش بد بوده. اینجا دیگه حکومت افشاریان رو به افول رفته، فرماندهان خودش از دستش ناراضیان و مثلا میگفته که من شما رو فردا اعدام میکنم، فلان کار میکنم، ایثار میکنم. در یکی از روزهای سال 1747 میلادی شبانه فرماندهای خودش اونو به قتل میرسونن. بعد از مرگ نادرشاه و سقوط حکومت افشاریان، اقوام از هر کجای ایران برای قدرت شمشیر میزنن میان و در آخر کریم خان زند به قدرت میرسه. شاید حکومت نادرشاه در آخر بد شده بود، ولی در اون اوضاع هرج و مرجی که بعد از صفویه اتفاق افتاده بود و کشور هیچ ثباتی نداشت، اومد کشور رو جمع و جورش کرد، حکومت رو تثبیت کرد، ایران یه جونی گرفت. ولی خب یه سری اشتباهات هم داشت و در آخر به همون سرعتی که به قدرت رسیده بود نابود میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما پیشنهادات خودتون رو درباره این ویدیو برای ما کامنت کنید. ممنون میشیم که این ویدیو رو لایک بکنید. شاید چند لحظه طول بکشه ولی برای ما خیلی ارزش داره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب بکنید. شاد و سربلند و پر انرژی باشید. داخل ویدیوهای بعدی منتظرتونم.